حافظ شیرازی از سال 1315 تا 1390 میلادی یکی از بزرگترین شاعران و غزلسرای زبان فارسی بود. نام کامل او خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی بود و در شهر شیراز زندگی می‌کرد. حافظ به خاطر غزل‌های عمیق، چندلایه و موسیقایی‌اش شهرت دارد. شعر او ترکیبی است از عشق، معنویت و تصوف، نقد ریاکاری مذهبی، زیبایی‌های زندگی و آزادی روح بود. سبک او به گونه‌ای است که هر بیت می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و به همین دلیل شعرش همیشه تازه و قابل تفسیر است. مجموعه اشعار او به نام دیوان حافظ شناخته می‌شود و در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد. بسیاری از مردم در شب یلدا یا نوروز فال حافظ می‌گیرند. از اشعار او برای الهام و راهنمایی استفاده می‌کنند. مقبره او در شیراز، معنفا در حافظیه، یکی از مهمترین جاذبه‌های فرهنگی ایران است و هر ساله گردشگران زیادی از آن بازدید می‌کنند.